من متأهل به شمای مجرد خوب گوش بدید. تجربه پدر علمه. میخوام چند نکته بسیار کلیدی و مهم رو در ارتباط با اینکه شما الان مجرد هستید و هنوز فرصت‌های زیادی دارید تا بتونید تصمیمات مناسبی بگیرید. خوب گوش بدید، خیلی خیلی مهم هست. اگر وضعیت مالی خوبی ندارید، بهتون توصیه میکنم به شدت کار کنید، پول جمع کنید، هزینه‌های اضافی زندگیتون رو حذف کنید. قهوه رو حذف کنید، لباس پوشیدن، مد عوض کردن، رفیق بازی، اینا همش بدبختیه. شما اگه بتونید بین 20 تا 30 سالگی 10 سال کار کنید و پسنداز خوبی داشته باشید، تست کنید، اشکال نداره. در یک شغل و یک مهارت هم قرار نیست وایسین. اگه بتونید تست کنید و کارهای مختلفی رو امتحان کنید، یه پول خوبی پس انداز کنید، شما میتونید زندگی موفقی داشته باشید. متأهلی خوبه به شرطی که عجله نکنید، سرمایه و کار مناسب داشته باشید، با حوصله و با دقت تمام به خودشناسی برسید. بعد از اون یه شریک خوب برای زندگی انتخاب کنید. اون موقع زندگی سالم و خوشایندی رو خواهید داشت. عجله نکنید، تصمیمات مناسبی بگیرید و فرصت‌های زندگی رو غنیمت بشمارید. اگر دنبال خوشگذرانی باشید، در یک کلام بقیه عمر شما رو به سختی و دشواری‌های زندگی خواهد رفت. با توجه به مشکلاتی که همکنون در زمینه ازدواج، در زمینه مسائل اقتصادی هست، این نکات را خواهش میکنم در نظر بگیرید تا بتونید اون شرایطی که بقیه در اون هستند شما اونها رو تجربه نکنید. از دیگران مشورت کنید، تجربیات زیادی به دست آورید. فکر نکنید که مثلا خیلی خودمونی و عامیانه میگم، فکر نکنید که اگه خودخواهی باشی و به قول معروف حرف کسی رو گوش ندید این زرنگی و استقلاله. زیر بار برید و اطلاعاتی جمع کنید که بتونید تصمیمات مناسبی برای زندگی بگیرید. فرصت رو از دست ندید و سعی کنید کاری کنید که در آینده برای گذشته‌تون پشیمون نشید. موفق باشید. یا علی مدد.